روزی یکم مرد پلیس قزاقستان راه به مرکز را بسته دهها اعتراضگر را بازداشت نمود. مخالفین حکومت قزاقستان طلب دارند که مرگ فعال معروف مخالفین تفتیش شود. تشکیل کنندگان اعتراض ها همچنان تقاضا داشتند که سابق پرزیدنت این کشور نورسلطان نظربایف از سیاست دور شود. نظربایف سال گذشته از مقام پرزیدنت برکنار شد ولی کرسی مهم رئیس شورای امنیت قزاقستان را در اختیار دارد. پلیس راهها به میدان مرکزی پایتخت شهر نورسلطان و دیگر مرکزهای مهم این کشور را بسته بود. در بعضی شهرها اینترنت موبیلی از کار ماند. فعال مخالفین دولت آقادیل 43 ساله 24 فوریه از طرف پلیس بازداشت شده بود. بعد چند ساعت او وفات کرد و پلیس اصرار می‌ورزد که آقادیل از بیماری قلب درگذشت. اعتراضگران منصبداران حکومت فعلی از جمله نظربایف و سیستم دولتی نزدیک به 30 سال گذشته را مسئول مرگ آقادیل می‌نامند. خبرنگاران رادیوی آزادی از قزاقستان گزارش می‌دهند که شاهد بازداشت کمش 14 نفر در نورسلطان، دست کم 36 نفر در الماتا، 15 کس در شیمکند و 10 نفر دیگر در شهر آقتپه شدند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جامرد توقیف روزی 29 فوریه گفته بود که قضیه را مشرکانه تحقیق کرده و تصدیق میکند که آقادیل از بیماری قلب وفات کرده است. آقادیل در ماه اوگوست برای شرکت در اعتراضهای بدون اجازت دستگیر شده بود ولی در ماه نوامبر یک روز پیش از رهایی‌اش از بازداشتگاه فرار کرده ابراز داشت که حبسش غیر قانونی بود و از این رو او فرار کرد. آقادیل را 27 فوریه به خاک سپردند.